خداوند جل جلاله آیه مبارکه فرستاد که لئن شکرتم لازیدنکم. ای بندگان من، اگر شما شکرگزار باشید لازیدنکم، هر آینه به تحقیق که نعمتم را بر شما زیاد میکنم. خدا گفت ولئن کفرتم، اگر شما ای بندگان من کفران بورزید، شکر بجا نیارید، کفران بورزید، نعمت خدا را نادیده بگیرید، عذاب پروردگار شدید است و دردناک است. از این رو همه وقت باید که شکرانه پروردگار جل جلاله را به جا بیاریم. من اصبح و دنیا اکبر همه فلیس من الله فی شیء و الزم الله قلبه اربع خصال. کسی که شکرگزار باشد، ابتداءً که از خواب خیست در صبح دم، اولا در فکر طهارت کردن و به مسجد رفتن، نماز بامداد به جماعت خواندن باشد، این البته که شکر خدا هست و نعمت خدا را شکرگزاری کرده است. جوارحی که خداوند جل جلاله به ما و شما عطا کرده است، از چشم و گوش و بینی و دست پا، همون زمان شکر اینها را ما و شما به جا میاریم که اینها را پاک کرده، طهارت کرده، آمده رو به قبله، در مسجد دستها پیشیور با ادب، لباسها پاک، بدن پاک، مکان پاک، رو به قبله ایستاده به خداوند جل جلاله راز و نیاز بگوییم که این نماز خواندن معراج امتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. رسول خدا فرمودند الصلاة معراج المؤمن، نماز معراج مؤمن است. اگر پیغمبر در شب معراج به خداوند جل جلاله نزدیک شد و سخن کرد و از اونجا احکام آورد برای ما و شما، معراج امتی او چیست؟ رسول خدا خودش فرمودن که معراج امتی من نماز است. اون بنده‌ای که نماز میخواند هر روز 5 مراتب به خداوند جل جلاله راز نیاز میگوید. وای بر حال اون بنده خلق کرده خدا که بی نماز و تارکی نماز باشد، که حالی اون چی می شود؟ که خالق خودش نشناسد، آفریدگار خودش را نشناسد. وای بر حال اون. اگر بنده سحر از خواب خیست، نه در فکر طهارت کردن باشد، نه در فکر نماز بامداد خواندن باشد، حتی یک مراتب الله یا استغفر الله یا لا اله الا الله به زبانش هم نآید، حالی اون چی می شود؟ خبر دادن حال این بنده را که حالش چی هست. 4 خصلت با اون نصیب می شود. زمانی که بنده صبح خیزی کند، نه در فکر بامداد خواندن، نه در فکر مسجد، نه کلمه طیبه و شهادت به زبانش باشد، 4 خصلت تابعی او می شود. هم لا ینقطع عنه ابدا. از خوابش بخیزد بنده و غمی دنیای او از غم آخرت زیاد باشد، از خوابش میخیزد کار دبرم، فلان کارا بکنم، بهمدان کارا بکنم، نه در فکر طهارت کردن باشد، نه در فکر نماز خواندن، خدا برای او آنچنان کارهای فراوان به سرش میارد که هرگز بیکار نمیشود. غمی دنیا از غم آخرت زیاد باشد، خدا همچنان غمها با او میارد، نصیب میگرداند که هیچگاه بیغم نمیماند. از این رو اگر ما و شما غم آخرت بخوریم، هم الدنیا ظلمت فی القلب میگن و هم الاخرت نور فی القلب. غم دنیا ظلمتی در قلب است. هرچی قدر غم دنیا بخورد کسی، سیاهی دلش زیاد می شود.
غفلتش زیاد می شود. غم آخرت نور است در قلب و همین خاطر این سخن گفتن که هم الدنیا ظلمت فی القلب و هم الاخرت نور فی القلب. انا اون انسانی که غم دنیاش بزرگ باشد و غم آخرت نداشته باشد، یگان کلمه طیبه و شهادت به زبان نراند، بامداد نخواند، خدا به سر او چنان غمهای میارد که هیچگاه بی غم نمیماند. هم لا ینقطع عنه ابدا و شغل لا یتفرغ منه ابدا. یا اینکه در فکر بامداد خواندن نباشد، در ذکر خدا نباشد، طهارت هم نکند، از پی کار بسیار است گفته از پی کارش بشود. خدا با او چنان کارها، چنان اشکالات، چنان پرابلمه های به سر او بنده میارد که هیچگاه خالی شده نمیتوند. شبن روزن دیگر از پی کار است دویدن. حالا هم که خداوند جل جلاله فقط برای کار کردن بنده را خلق نکرد، یا برای فقط خوردن، یا برای خواب کردن، یا برای فقط کار کردن بنده را خدا خلق نکرده است. و شغل لا یتفرغ منه ابدا و فقر لا یبلغ غناه ابدا. سیم همین که بسر او بنده یک فقیری میارد که هرگز غنا با او میسر نمی شود. ابدا هرگز بسرش فقیری میارد که هرگز او ثروتمند نمی شود. فقیر بودن، ثروتمند بودن اون معنا را نداند که اون 10,000 یا که 100,000 دلار داشته باشد او غنی باشد. نه، هست بنده که 100,000 دلار دارد چنان شب و روز از پی دویدن کاری هست که حتی وقت نمی‌یابد که زن فرزند خودش تعلیم کند. امروزها دیده میشد از پی جمع آوری دنیا چند زواد فابریکه و چند قدر پول ما ایره در کجا جاگه کنم، ایره چخیل کنم که خبردار نشوند مردم، ایره پنهانی در کجا بمانمش. دیگر چنان اندوه و غم دنیا به سرش ثروتمند بیچاره که او فقیر است، او غنی نیست. غنی کسی است که یک راحتی دنیا میکند. اون اگر میلیون دلار هم که داشته باشد او فقیر است بیچاره، چون که شبن و روزن دویده ایستاده است. خدا به سر او بنده فقر را میارد که لا یبلغ غنا، هرگز به ثروتمندی نمیرسد. چهارم چی؟ و عملا لا یبلغ منتهاه ابدا، رواه طبرانی، که این را حدیث رسول اکرم صلی الله علیه وسلم گفتن، امام طبرانی روایت کردن. چهارم خصلتش همین که خداوند جل جلاله با او آرزوهای میارد در قلب او که هرگز او آرزوهای او انتها ندارد. بنده که از قیامت فراموش کرد، از سؤال منکر و نکیر فراموش کرد، مسئولیت خودش را در نزد خداوند جل جلاله فراموش کرد، اون فقط چی؟ عمل آرزو فقط دیلی او را پر میکند خلاص. حتی نمیگوید یک مراتب که میمرم، حتی یک بار اون برادری را که در تابوت بار کرده برده ایستادن عبرتی نمیگیرد، چون که دل سیاه زنگ زده هست. اون چی است که همچنان آرزوهای در دلش پرورش میکند که اون اخیر ندارد. در 5-10 جا و 20 جا خانه میکند، 5-10 تا 20 ماشین میگیرد، با همه نوم فرزند کودکی در گواربدگیش 3-4 خانه گذراندگی است. از اینجا با دیگرها او را نمیتونن نگهبانی کردن، با بانک شویچاریا رویش میکند و همین خیل آرزوهای نصیبش میشود که این آرزوها اخیر ندارد دیگر. اگر در حدیث دیگر هم رسول الله میگه که اگر یک وادی مال خدا به یک تا شما عطا کنند، یک وادی مال، هر آینه بنده در طلب کردن دیمش است. این اگر یک شهر در اختیارش باشد میخواد شهر دیم در اختیارش باشد. اگر هیچی نداشته باشد خداوند با او اگر میلیون ها دلار عطا کند میگه کم از باز میلیون تا دیگر باشد. بنده همین خیل است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در کتاب احادیث هم آمدگی هست که این حدیث قدسی باشد که خداوند میگه ابن آدم عندك ما یکفیک
و انت تطلب ما یطغیک. خدا میگه که ابن آدم، ای فرزند آدم، ای بچه آدم، عندک ما یکفیک، نزد تو آنقدر نعمتهای خدا میگه به شما من عطا کردم که کفایه میکنه. ترا میابی، میخری، میابی، میپوشی، به خانه تامین هستی. و انت تطلب ما یطغیک، خدا میگه تو طلب میکنی آن چیزی را که در طغیان میاندازد ترا. همه بنده همین خیل است. اونهایی که در طغیان رفتگی هستند، اگر اون مال و ملکی که اونها داشتن طغیان سرکشی کردن، خدا نشان، نعوذ بالله، خدا پناه ده اگر در ما و شما باشه شاید که به مثل هم وابشیم. برای همین از خدا همه وقت دعا، زاری، التجا کردن لازم است که خداوند به مثل اینها نگرداند ما و شما را. اون کسی را که ما به چشم میبینیم یا میشنویم که خداوند بعد طغیان کردن، سرکشی کردنش، بعد غینا که از خدا به خدا شد، خدا او را به مصیبت گرفتار کرد، عبرت برای همه بندگان است که آگاه باشند، هوشیار باشند و به چشم سر ببینند. عبرت برای دیگران است. از پیشینه آدم پسینه باید عبرت بگیرد. حضرت ابو عبدالله رودکی خدا رحمت و مغفرتش بکند که یکی از اولیای خدا هست که در 6 سالگیش الکی حافظ کلی قرآن بودن، کلن قرآن در 6 سالگیشون از یاد میدونستن. میگفت بروز تجربه روزگار بهره بگیر که بهر دفع حوادث تو را به کار آید. بروز تجربه روزگار بهره بگیر که بهر دفع حوادث تو را به کار آید. اینهایی که خداوند در دنیا نصیب و مصیبتشان کرد بعد طغیان کردنشان، برای دیگر بنده ها درس عبرت است که عبرت بگیرند تا که به مثل اونها نشوند.